سلام عرض میکنیم خدمت همه دوستان و هموطنان گرامی. امیدوارم در این روزهای سرد سالم تندرست و دلگرم باشید و از گزنده روزگار در امان باشید. جوانان عزیز، رویاهایتان را ساده نگیرید. هیچ قلعه بدون قدم های استوار فتح نمی شود و هیچ موفقیت بدون تلاش به دست نمی آید. اگر امروز خسته اید، فردا به خودتان افتخار خواهید کرد. پس ادامه دهید، بجنگید و باور داشته باشید، زیرا آینده از آن کسانی است که دست از تلاش بر نمی‌دارند. امیدوارم همه جوانان ما به اهداف خود برسند انشالله. آها جوانان عزیز، یک چیز را به یاد داشته باشید: بدون خطر عظمت وجود ندارد، بدون تلاش شانسی وجود ندارد، بدون صداقت احترام وجود ندارد، بدون تغییر پیشرفتی وجود ندارد، بدون اعتماد رابطه وجود ندارد، بدون فداکاری موفقیت وجود ندارد، بدون تعهد عشق وجود ندارد، بدون رویا زندگی وجود ندارد. پس با امید روزی که تمام جوانان با این گزینه ها به رویاهای خود برسند. هموطنان عزیز، شما را به الله پاک میسپارم. خدا نگهدار همه ایتان.